یک چیزی خوب اینه که وای ما بر رفتگی آواز چخیل اومد توکلش به خدا یک جای خوبه. آخرین پادشاهی اسمانسکی. ای بچه چو کردشی؟ یادو تام ماهی گیرکو رو یادو تا بزنیم؟ آخی برادر از کینوی ترکیه کدام تو کینو های؟ خریم سلطان همه خیلی فیلم هایی که هسته حاضر روی نوار وردگن کو انمی جای گفتگی ما برادران عزیز انمی جای نه دقیقی که در پشتی ما دیده سن ایجا در کشتی های هسته برادر دوستان عزیز امروز در برای ماست استاد عزیز ما اکل عبدالله پر معلومات میده. برنامه راه در سفر با سرپرستی مغازه زیارت شاپ. مرکز خدمترسانی زیارت شاپ همه روزه از ساعت 9 تا 12 شب با وقت مسکو با داروها و حجامه خود در خدمت شماست. از جمله هر گونه مزها برای استخوان درد و پادرد و اینچنین داروهای ترکی برای پروستاتا، دارو برای رزاندن کرم اشکم و روغن ماهی برای روشنایی چشم. از فیرمای عربیان مید و سنه مید هر نمود علفهای گیاهی با عسل آمیخته شده داروها برای بسیاری از دردها. هر گونه صابونها برای داغهای رو و دستها و اینچنین شامپونها از فیرمای تریچاپ برای نریختن موی سر و اینچنین خوشبویی‌ها از دولت‌های عرب و ترکیه با نام شیخ و شیوخ. امیدوارم که به شما ان شاء الله که پسند میآید. عموما ما کوشش میکنیم که برای شما محصولات‌های بهترین را پیشکش کنیم. برای تماس بر رقم‌های باوری ان شاء الله که در تماس باشید. باقی در امان خدا. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن. دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت و خانه آباد هستین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران اهل اسلام هر کجای باشند آرام و آسوده باشید. ما امروز قرار داریم در انمو قصر سفیدی که آخرین پادشاهی اسمانسکی زندگی کار فعالیت کردگان در همین جا شدگان و مثل قصر سفیدی حاضره بگیم که پرزیدنت ها میشنن که هم خیلی جدا میگن با یک گفته که خورم هم یک کینوی ترکیه کدام تو کینو های؟ خریم سلطان همه خیلی فیلم هایی که هسته حاضر روی نوار وردگن کو اگه چند فایزش درسته چند فایز نادرسته ایش ما عموما یگان چیز گفتن نمیتونیم. وقتی که ما اومدیم دانی درد پرواچ که نبود خواستیم یک دو آدمایی بودن که زمان روچی خطی گپ زدن گفتن انمون نفری که فیلم خریم سلطان ثبت کردگان انمون قصر هستای انمون قصر. امروز ما همون ترجمانمون کار داشته به همون خاطر نوار ای همیجا سر کردیم. هر جایی که میریم کم کم میپرسیم به واسطه پیرواد کرده برای شما معلومات دادن میگیریم. امروز همراه اکی عبدالله جان 4 جایی که بسیارتر مردم میان در همینجا عکس میگیرن نوار میکنن و یا رولیکچه در سایت چون میگذارن یادآوری از ترکیه. هر اون شخصی که اگر این رولیک ببینه سر لوحه هم نداشته باشه حرفش هم خوانده نتونه از همین عکس از همین نوار میفهمه که نوار در کجا ثبت کرده. بله در کجا با هم خاطر نوار را تا آخر تماشا کنین. ما هر چیزی که میکنیم فقط برای شما میکنیم که تعب شما بالیده بشه و شما هم که وقتی اومدین همین جاها را بعد دیدنوار کنین برای شما خاطرهای خوبه در حیات میمونه. رفتیم مکه جان. همین مناره‌ای که شما میبینید من فکر کردم که این جای پاسبان هاست اما خطا کردم. حالا رحیم جان درباره‌اش با مفصل‌تر میگوید. بله اکی عبدالله جان چخیلی که ما درومیم در پیش قصر سفید بود پیش از قدر درآمدگاه ده در همون سال 1890 یا سال 1894 وای کردگان همین مناره را ساختگان که در بالا ساعت الکترونی داره در همون وقت کار میکرده. اولین ساعتی که در همینجا زدگان برای قصر سفید در اومدن در دوره‌های عبدالحمید بود. انمو عبدالحمید در دوره‌های انمو عبدالحمید که در وقت شاهیگری هم بود پادشاهی هم بود در همون دوره که همه چیزا ساختگان در یک شکل کلان رنگ مناره که اخرانیکو میسن کو پاسبانو بانمونمون به خاطر که در دروازه ما فکر کردیم که این جای پاسبان هست همون خطا کردیم. هر یک شایگری که در خودش یک قصر میساخت میخواست که یک نمودی طرزی زمانوی کنه. چخیلی که در خونه کس ریمونت میکنن ریمونت شیگره در همون زمان هم همین خیلی بود. بعضش همون استوار دست پاشون میبریدن که دیگر همین نمود در یگان جای دیگر نسوزن. در تاریخ خوندگیم کو برای همین بسیار جاهای خوب داره ان شاء الله میبینیم. برادران عزیز امروز برنامه چیست شوخیه اینجا بوشکا موندگی مایل بوشکا و
ایرابی بچه چو کردشی یادو تام گیراکو یادو تا بزنیم آخی برادر عزیز خودت نمیدونی چی اول روش توپ تی زوادی چی میکنی میره وا مگه تو نمیخره ای سال 80 مگه هم دورو این هم چیزای تاریخی که موندگی نگاه کنید در تای دوم باسن کردگیان دیدی سر نزنه اینا ایرابی اینا بقى اكا عبدالله جان اونجا کلون هم در برام وای خدا دید دست مونده بهترین لیکن در حقیقتا هم دورهای اسمانسکی امپریا مونگه چون الله اعلم تاریخی نگاه کنیم این حوزی ما میریم همون موسیقی کلانترین موسیقی شما گفتین نزدیکی همون میریم ان شاء الله اینجا همه چیزای تاریخی کردگیه که اپراتور ما برای شما پیشنهاد کشه طرف دستی چپ شد نگاه میکنیم نگاه کنید چقدر یک جای سیاحت مردم هم جمع شدگی مردم استراحت کردشن یک چیزی خوب اینه که وای ما بر رفته که آواز خیلی ما توکلش به خدا یک جای خوبه ای همه در جای بهترین اکه عبدالله این سنجید درخت سنجید هم در اینجا بودای نه درخت سنجید هم در نه که اینجا جای همون ویا انده با فکر همون جای سرشدگی من اومده خدمون اکه عبدالله اینجا در روزی ما یکون پرنده نیست یکون چی میگرفتیم همون پرنده ها دادیم در روزی ما اکه یکون پرنده نیست نگاه کن اکه عبدالله جان اکه جای گفتگیم به تعریف ارزنده بوده یا نه؟ نه که در حقیقتا این موسا کلانی شبی وای باشنیا چی باشنیا اینا وای باشنیا که تمام همین تلویزیونون و همین چیزای ترکیه از همینجا ریگرافت میشه در مسکو هم هست هم خیلی کلان دارن در همینجا از اون جمله انا میخین تلویزیون و رادیو آنتنی کلانترین بله بهترین انا باید انا میگم اکه عبدالله جان یک کادر ای همون طرف دقت مردم با درجه جلب میکنه ای همون سیستم کنیم خوب و بهتر میشه برای برادرها که نگاه که بالای موز اتوبوسای دیتاجا و کشتی گذشته بهترین ای خب با چشم رفتیم انا جای گفتگی ما برادران عزیز انا جای نه دقیقه که در پشت ما دیده سن اینجا در کشتی ها هست برادران میشینن تماشا ای پرا میروند دیگراش ای طرف این طرف میه یک چیزی هست که بسیار خوبه دقت مردم انجا جلب کرده هر اون سایه میه که عبدالله جان حتی بینه که مردم توی معرکه‌اش در همینجا گذرونده سای بله برادران موسیقی کلانترینه که در ترکیه قرار داره این در پشت ما میباشه ما کوشش میکنیم که درباره موس هم کم و بیش گپ زنیم و چه خیلی که رحیم جان گفتن این یک میدانچه هست که سیاحا از ما همین روز قریب تا 2 ساعت فقط پیاده را گشتیم به خاطر که اینجا را برای شما نوار بکنیم این صحن میدانچه میبینید تمام سیاحا اومده تماشا همین کپروک هم میکنن و مقصد جای خوبه ده برادران بله دوستان عزیز به همین خاطر تاریخ بسیار بزرگ داره انمی موسیقی میبینین با تروسای کلون بسگی این شهر با این شهر یعنی انمی شهر قدیمه را با شهر نو پیوست میکنه اون طرف شهر نو میشه که میگذری برای تماشا کردن بسیارتر یک چیزی خوب داره که این موس تاریخی کلانترین داره در ترکیه ولی برادران خیلی کشتی که دیدین گذشت این کشتی ده همگی الله اعلم 6 یا 7 دلار میشینی 2 ساعت شما را در همین بحر میاره شهر نو میبره نزدیک کپروک میبره با برده در همین شهر کنه استانبول میمونه شما را بسیار یک جای تاریخی را برای شما نشان میده همین کشتی که شما دیدید میگم که اکه عبدالله جان اگر که خیلی خوب میشه یک بار بدریم نماز بخونیم و یگان از مسجد لبی آب برای برادرها یگان چی پیشنهاد کنیم هر گاهی که برادران اومدن شاید که همین نوار خودمون ببینن با واسطه همین نوار بگن که همین برادر بون اکه عبدالله جان عبدالرحیم جان اومده بودن از همینجا نظر کرده بودن ما هم بدریم درکت تایید بله ساعت چند شده این نزدیکی 5 نگورا اصلا میخونیم ان شاء الله خب ان شاء الله بودم شما میتیم خب سلام علیکم
عزیز بخشش زیاد برای چی پس گام میزنم که برادرها در پیش نماز خوانیسن نخواستیم که عزیز زیبایی مسجد شما را مثال آگاه نکنیم با هم خاطر خواستیم که ثبت کنیم نگاه کنیم یک چیزای خوب که در لب بحر در پشت میبینی یک اتمسفر خوب یک چیزی بهتری نه که جان. بله هر یک سیاحی که لب بحر میبینه تماشا هم مسجد در اومدن نماز میخونه ما هم حاضر ان شاء الله که خیر خوندیم نماز میبریم میریم از بیرون همین مسجد با شما نشون میدیم کوپرو که همون کلونه که گفتیم ببینید خوب دیدونه و هم خاطر خیلی که برادرمان گفتن یک مسجد زیبای خشوع خواستیم که این هم برای شما نشان داده باشیم هر چی که هست به خاطر الله و به خاطر شماست برادر جان. دوستان عزیز امروز در برای ماست استاد عزیز ما اکا عبدالله پر معلومات میده که ماست چند متره. تشکر زیاد ماست که شما در پشت ما میبینید درازی 1560 متر درازی داره 1.5 کیلومتر بگیم میشود و برای که کشتی ها که از تاش میگذرن بلندیش از آب تا ماست 64 متر کردن پهمی ماست باشه 33 متر میباشه و همه ستون هایی که شما میبینید که ماست قپیدگی های درازی همینا 165 متر میباشن این ماست این شهر در او شهر پیوست میکنه برادر جان. بله برادران عزیز شاید که بسیارات بگه که این قدر 1.5 کیلومتر در چخیل 165 اینیایی که کلان تا اینجا میره و یک میشه و اینجا تا اونجا یک ده همون را در نظر داره که ستون هایی که میقپن کو موست دو تا که نه دو تا دایره بله انا میاره در نظر دارن انا 165 متر بلندیش بله انا دوستان عزیز نگاه کنه که چه قدر کردگان در همه 1.5 کیلومتر دیستانسیا در بینش یگون سویکا نداره فقط ایلوی بحر ایلوی بحر با واسطه انمی تروسو انمی موسا انمی تروسو قپیدگیانه و باین در نگاه کنین مخصوص جای داره که برای زمین لرزه و برای همه بسیار یک اتمسفر خوب یک جای خوب داشتگیه که همه مردم میاد از اون جلو در انجام جای سیاحت جای توریسم که تمام نمود چیز هست. بله برادرو هر چیزی که بود در این برنامه کم کوسگی داشته ان شاء الله معذرت میپرسیم کمی هم باشه از برای ترکیه از جاهای تاریخیش امروز در این برنامه شما دا نشان دادیم و توصیه دادیم و یعنی که معلومات دادیم باقی خیر خوش سخت نمیکنیم ان شاء الله برنامه راه در سفر دوام داره بنده عبدالله بوبیوف و رحیم جان زیایف ان شاء الله برای دستگیریتون تشکر زیاد و تشکر زیاد با مغازه زیارت شاپ میکنیم که این قدر یک سیاحت خوب و خاطرمانه برای ما و رحیم جان پیشنهاد کردن. بله دوستان عزیز الله نگهبان هر یک ما و شما خیر تا برنامه‌های آینده هر روز برنامه ما را انتظار شد.